روزی روزگاری اهالی فینیتو متوجه شدندی که دزدی شبانه به خانه هایشان آمدندی و دار و ندارشان را به سرقت میبرندی. کت خدا خانه ما را دزد زده است. مال ما را هم زده است. ما را نیز. قالقال بیا برویم ببینیم می توانیم دزد را پیدا کنیم. خدا آقا، رد پای دزد بر زمین مانده است. چی؟ رد پا؟ خب رد پای کی هستندی؟ کت خدا آقا، رد پایش شبیه رد پای شما هستندی. چه میگویی قالقال؟ زبان به کام بگیر. حتما این دزد نابکار کفش‌هایش را از عمد شبیه کفش کت خدا انتخاب کرده است. ولی آخر در فینیتو تنها یک نفر از این کفش ها دارد و آن هم کت خداست. غلط نکنم دزد کفش‌های کت خدا را دزدیده میباشندی. آها، حتما همین بوده که میگوید. ولی آخر کت خدا، شما که کفش هایتان پایتان است. قالقال ساکت شو. بابا دزد خود کت خداست. چرا خنگ بازی در می آورید؟ دزد اصلی همین کت خداست. چه میگویی مردک؟ حرف دهانت را بفهم. کت خدا شما به دل نگیر، این مرد دیوانه است. آری کت خدا، عقلش سر جایش نیست. بله، از فردای آن روز دیگر کسی آن مرد روستایی را در فینیتو ندیدندی. کت خدا دوست ما ناپدید شده. از بعد از آن روز که گفت کت خدا دزد است دیگر آب شده و زیر زمین رفته. لعنت به آن دزد نابکار. مطابق تحقیقاتی که ما کرده ایم آن دزد دوست شما را کشته استندی. بله، کت خدا آقا واقعیت را گفتندی.